معذرت میخوایم اما ما به خاطر لیلا هیچ کار نمیتونیم. تا حالا کسی که از جمله ما به دست چتن افکیده زنده نبرم. استفاده از زور به معنای آب انداختن با سیاب دشمن است. مجبور هستیم راهکارهای مؤثر دیگر پیدا کنیم. جانت برآمد به خدا. دلم سوخت. زیاد مقاومت کردی. بس است دیگه. در قریه پشت ما رو اعلان نمیکردین، حالا تا اینجا رسیدین ها؟ راستش اگه عقل میداشتی باز نمیرفتی او پولای انجمن خیریه را به خاطر که صاحب طفل شوی از دست نمیدادی. چی کردی؟ بچه در داخل منتظرت است. بچه مادر بچه ابراهیم بسیار پشت دق شده بودم مادر. بچه ما پشت دق شده بودم. با بردن تو آمدیم بچه. بچه جانم پشت دق شده بودم. مام جانم مام پشت دق شده بودم. خب دیدی بالاخره شما را به هم رسوندم، اما باور کن بیشتر از این کار که من نمیتونم. البته اگه تو خواسته باشی این ملاقات همیشه جریان می داشته باشه. تو چی میکنی؟ تو دیوانه شدی؟ هوش کنی تکان نخوری. با هوش بیا، از اینجا فرار کردن نمیتونی. دانتا بس نکو. بچی مگرفته از اینجا میرم، تو هم مرا کمک میکنی. هوش کنی کدام اشتباه نکنی، اگر نیتا را میکشم. فهمیدی میکشمت. از اینجا میریم، درست است؟ ببین آفرین به بچه. من کوشش میکنم که تو را کمک کنم. یگانه کسی که میتونه بین ما صلح کنم هستم. اگر تو به این شکل برخورد کنی کل چیز از بین میبری، کل ما را تباه خود ساختی. زیاد گپ نزن، فقط کار را که میگم انجام بده. دو چوکی بشین. گفتم بشین. بشین. گفتم بشین. بشین. با دستمال گردنت پاهایت ده چوکی محکم بسته کو. حالا دیگه
دستایت در پشتت بگی. چی میکنی؟ میخوایی مرا بکشی ها؟ فقط خدا فریب میدی. تو هیچ کسی را کشته نمیتونی. دختر احمق تو چی میکنی؟ حال تمام افراد من میاین. با قدر افراد مقابله کرده میتونی؟ افراد تا خوبان. اگر تمام دنیام بیاین من نمیترسم. به خاطر بچیم هر کار میکنم. اگر لازم شوه میکشم. فهمیدی؟ سلایتانه در زمین بانی. او طرف بریم. حالا تو اینا را در بیرون بان. هوش کنین کدام اشتباه نکنین. کلیدای موتر برم بدین. چی گفتم نفهمیدین؟ مرا باز کنین احمقا. با یک زن کنار آمده نتونستید. برین دستگیرشان کنین. حالا زود باشین. حالا زود باشین. دستای ما باز کنین. احمقای مفتخور باز کنین. تیز شوین. حالا بچی بیا. تیز شوین احمقا. تیز شوین. احمقا بازش کنین. حالا بچی مجله کن. حالا لعنت با شما احمقا. شما هیچ کاری کنه نتونستین. بازش کنه. بیشین بچی. تمام شد نترس. صبر کنید. مادر نرید. حالا عجله کنید. حالا عجله کنین. بدوید. بدو. صبر کن. ما اونا را زنده میخوایم. بدوید. تایرها را پنچر کردن. خدا لعنتتان کنه. برین منتظر چی هستین؟ برین اونا را پیدا کنین. برین. بله چتین؟ امر کنین محترم. درست است. در راه ورودی ولسوالی منتظرش می باشیم. بله. هیچ جایی رفتن نمیتونه. دیلا بچه خود فرار داده. عجله کو. پیش از اینکه به ولسوالی برسه باید دستگیرش کنیم. مادر نفس کشیدن. تحمل کو بچه. تحمل کو ابراهیم. مادری خلاص شدم. تحمل کو بچه. امی که با ولسوالی رسیدیم برات دیگه میگیرم. درست است؟ حالا با پدرت زنگ میزنم. خدایا تلفنم چی شد؟
تو کجاستی دیلا؟ چرا جواب نمیدی؟ طارق خیرت هست؟ چی شده طارق؟ دیلا امروز سر کار نامده. حتما کدام کار مهم داشته. اگه نه او کجا خواد رفت؟ تو تشویش نکن، تا چند دقیقه دیگه خواد آمد. تلفنش هم جواب نمیده. درگیری ها زیاد میشه ولسوالسه. این تظاهرات به دیگه مناطق هم سرایت خواد کنه. نظر به یک گزارش تازه اونا آمادگی دارن تا با استفاده از وسایل نقلیه تظاهرات کنن. هر کاری میکنن تا مردم تحریک کنن. پیش از اینکه اونا کدام عملی دیگه انجام بدن و مردم از این بیشتر تحریک کنن، ما باید اقدام کنیم. اونا کوشش دارن حوادث بزرگتر شه و به دیگه مناطق سرایت کنه. ما چی کنیم؟ از قدرت استفاده کن. خیر، اصلا از قدرت استفاده نمیکنه. دفعه پیشی کارا نتونستیم، اما این دفعه هر قسم که میشه ما باید صوفی یعقوب بیاریم. دومی که کلید تمام موترها را جمع کنین و این کار باید بسیار به دقت انجام بدین. درست است ولسوالسه. موفق باشید. تشکر. یلماز تو دیلا را پیدا کن. مام میگم که صوفی یعقوب بیارن و همچنان یک گروه تشکیل میتم و کلید تمام موترها را جمع میکنم. ما میرم دیلا را پیدا میکنم. دوستان اجازه میتین که برام؟ حتما اداره کردن کارا بسیار مشکل است. خوب میشه انشاءالله. او دکتر دواخانه چطوره؟ او هم خوب میشه، کمی با وقت ضرورت داره. ولسوالسه کجا میرین؟ جواب بدین. حملات ما بزرگ میشه. به زودی قیام های ما تمام جنوب شرق احاطه خواهد کرد. ما میخوایم برام، باید در خط اول باشم. حالا استراحت کو. امی که بهتر شدی به مقر سازمان برو. امشب کل ما اونجا گرده هم جمع میشیم. درست است، میایم، تشویش نکن. وقت ما رسیدم دمی لیباس بالا شده بود، کم مانده بود که بره. موفق شده. حالا باید تجلیل. چی شده؟ بسیار مهم است، فوراً باید بیاین. درست است. درست است. نه که باز کدام مشکل پیش آمده؟ نه تو استراحت کن. سعید؟ پس کلش دروغ بود همونطور است؟ من فکر کرده بودم که در زندگیم کسی هست که مرا واقعا دوست داره. دت یک وقت همراهیم است که تمام خانواده‌ام از دست دادیم. دیگه هیچ امید بر زنده بودن نداشتم. گفتم حالا به خاطر لیلا میارزه که زندگی کنم. چی شده سعید؟ تو چرا قسم گپ میزنی؟ پس کلش دروغ بود همونطور است؟ تو به خاطر من آمده بودی. دوست داشتنت هم دروغ بود. کل او کارایت به خاطر اضافه ساختن یک نفر دیگه به سازمان بود. نمیفهمم تو چی میگی سعید. ای واقعیت نداره. دیگه برام دروغ نگو. ای که چی گفتی شنیدم. مرا فریب دادن نمیتونی. من دیگه به تو باور ندارم. من دیگه نیستم، فهمیدی؟ مرا فراموش کو. من نیستم. سعید لطفاً استاد شو. باور کن من تو را واقعا دوست دارم. وام بسیار زیاد. صبر کن. بان که گپایم خلاص شود. احساسه که من نسبت به تو دارم مثل احساسه که تو به من داری هست. اینه جدی میگم، باور کن. حاله من هیچ احساس نسبت به تو ندارم. فهمیدی؟ هیچ احساسه. تو را بسیار دوست دارم لیلا. چه قسم از اینجا برم؟ شاید قسم برات خوب شوه. چی شده کشیش؟ چرا مرا خواستی؟ او بیادر لیلا قماندان کادو
دیشب به پایگاه خود برنگشته. دوستای ما فکر میکردن کور سربازا از بین بردن، اما در وقت عبور از سرحد رو دیدن. خلاصه سازمان فروخته. به نظر خودش فرار میکنه. شاید بخواه به پلیس اعتراف کنه. وای بیشرف، حالا چی خواد کردیم؟ میگن دو طرف سرحدام در جستجوی لیلا است. از قوانین سازمان خبر داری. به همین دلیل او لیلا را اینجا اعلان نمیکنه. یا میایه دختره میبینه، یا که او بیشرف به امنیت میره و اعتراف میکنه. افراد ما در امنیت منتظر هستن. تو هم در اینجا معذف باش. اگه اونجا آمد با مرمی در تقدیرش میزنم و لاش شب سگام اندازم. نه خیر، به سگان انداز. جسدش بیشتر به درد ما میخوره. نمی که جسد کادو رو به ولسوالی بیاریم، باز حوادث به خودی شعله‌ور میشه. یاد سکار ما را آسان میسازه، مخصوصا همیالا که خبرنگارای خارجی اینجا هستن. همه تو نیست؟ اینه بیبین، ما یک شهید دگام داریم. همکار، تو اینجا بودی؟ این جوانم از جمله ماست. تازه کار است. یه همراه تو باشه. باید آموزش ببینیم. البته باید آموزش تیوری و عملی را یک جا ببینیم. اما تو نیست قماندان بوتان؟ اما تو رس، تو تشویش نکن، ما آماده میسازمش. خدایا اینا بیادر لیلا را میکشن، حالا من چی کنم؟ بچه بفرما بیادر. خانه خاله فاطمه، یعنی او خانه خاله فاطمه کجاست؟ بیادر، امو خانه رو برو که میبینی او را میگم. امو خانه فاطمه است. خب در خانه شما یک دختر با نام لیلا هست؟ بله، مریض است. مادر کلانه متوجهش است. زنده باشی. دیشم بیادر، دیر شدی. لیلا خواهر در او خانه است. توبه، خودش از بچیم. حالا او رو گیر که بوتان زود باش. چوره قسم ترسیدی لعنتی ها، بیا زود بگفتن کس سازمانی نمیشه کار کو کار. برو بوتان. ایره ببین کسره که در آسمان میپالیدم در زمین بوده. چرا فرار میکنه؟ معلوم نیست. کمک کنه لطفا کمک کنه. بوتان صبر کن ببین، لطفا ببین بوتان صبر کن. ما فقط به دیدن خواهرم آمدیم. بوتان آرام باش بیشرف، تو گیر فریب میتی ساگلانتی. این بیادر لیلا است، این را نباید بکشی. با تو چی لعنتی؟ با تو چی؟ پلیس! اونا پلیس! صبر کنید تکان نخوره. فرار نکن ساچو. اجازه مرکز و گروه جودی فورا یک آمبولانس روان کنید. تشویش نکنید، همین که وضعیت خوب شد پس گرفته میتونه. درست است ولسوال صاحب. سعید؟ استاچو سعید! چی شده سعید؟ الان که ولسوال صاحب. سعید استاچو! چی شده دوستا؟ و دوستم شلیک. چی؟ چطور امکان داره؟ او این کارا نمیکنه. متاسفانه این اصلا نمیفهم که چرا این کار کرد، اما وقتی او را دیدیم یک نفر دیگه هم راش بود. نتونستم از امانت مریم مواظبت کنم. دوستا شما ادامه بدید، فراموش نکنید. بدونی که کسی را ناراحت بسازین این کار کنین. من قضیه او بشره پیگیری میکنم، با هم در ارتباط میباشیم. درست است؟ الدو، چی میشه که یک روز در جای خودت باشی؟ این کبود بفتم.
تو بیا در یک گوشه باش. در پای مردم بند نشو و کسی صدمه نرسان. درست است؟ آیی امام که سنگ گپ میزنه و خدا به نظرم دیوانه شدیم. بیادر معذرت میخوایم. میشه بگوی الدو کجاست؟ گفتن همینجاست اما اون نیست. خواهر الدو اینجا نامده. یک خانواده فقیر بوده و کمک ضرورت داشتن، اونجا رفته. توبه اما او چرا رفته؟ باش که ببینم. ببین به نظرم کدام شناسایشان است. گفت ما اونجا میرم. توبه ها نام او زن نجلا اوز است. پس او همون نجلای مزر لعنتی است ها. توبه فقط که مزر لعنتی از گشنگی میمرد که به خانش مواد برده. الدو چی شده بوتان؟ چرا قسم دیوانه شدی؟ او سعید احمق تمام کارا را خراب کرد، با ما خیانت کرد، ماموریت ما را از بین برد. حسابی کار ازش میگیرم او را میکشم. خیانت به تو شده و جبران خیانت هم وظیفه خودت است. سعید چی کده قماندان بوتان؟ اثر رایم دور شو. ما زندگی ما قربانی مبارزه ساختیم. بگو که سعید چی کده؟ کل چیز از بین برد. میفهمیم ما را تباه ساخت. او جاسوس است. او بیشرف با ما خیانت کرد، ما را فروخت. اگر از سر رایم دور نشی تو هم به سازمان خیانت خود کنی و میفهمی که جزای خیانت مرگ است. تو چی کردی سعید؟ چی کردی؟ میخایل این کاره به من با من این مشکل حل میکنم. کشتن او مناسب نیست. او بچه به درد ما میخوره. به خاطرش زیاد زحمت کشیدیم اما تو نیست. به هوش بیا لیلا، از عقلت کار بگی. طرف ما ببین، نیکه او بچه فکر اوشت برده. تو کدام گپه نیست. تو مرا غلط درک کنی. ما به فکر فایده سازمان هستم. تحمل نمیتونم سعید. میتونم از دور باشم اما مرگت تحمل نمیتونم. بله درست است. قماندان بوتان این گپ ما گوش کن. من میگم که او بچه حتما به درد سازمان میخوره. او مرا دیوانه‌وار دوست داره. میتونم او را راضی بسازم. هرچی که بگویم میکنه. پس او را راضی ساختم میتونی؟ البته که میتونم. دولت تمام خانواده و اقاربش از بین برده. او تنها است، بی کس است، هیچ کس نداره. بدون سازمان جایی برفتن نداره. به خدا قسم است که من او را راضی میسازم. برم کمی وقت بده. درست است. برات 1 ساعت وقت میتونم. اگر راضی ساختیش خوب، اگر نتونستی او را میکشم. قول است، راضیش میسازم. اما فراموش نکن به خاطر کار تو مدیون شدی. حتما باید جبرانش کنی. فهمیدی؟ سوار شو. حالا دیگه مرا پیش سعید ببر. دیگه ایش آسان است. بیا. چی شده سعید؟ چرا مرا اینجا خواستی؟ چرا داخل نمیری؟ بسیار کارهای بد شده متین. من باید از اینجا فرار کنم. چی شده بهمون بگو. حالا وقتش نیست. دلماریم کم پول است. جمپرمان بیار. حالا دیگه زود باش، زود. درست است. بیا بچو. چی شده؟ حالا 4 طرف ماس نکنین. حالا دیگه به تو اعتماد ندارم طارق بیادر. اعتماد ندارم.
چی گفت؟ نیکه سیده چیزی شده؟ دیلا مشنو ما قرفت بله بگوین ما روانتان کردیم او گپ مرا رد نمیکنه. بله آقا رفت ما با صوفی یعقوب ضرورت داریم اگر این مشکل حل نمیتونیم. ای که صوفی یعقوب به خاطر چی آمده ای را خود میفهمی. دوباره به نقطه آغاز برگشتیم. این حوادث نباید توقف داده شوند فهمیدی؟ درست است. خوب گوش کن که چی میگه. ایرال کجاست؟ در منطقه جوری است در بین مردم. خوب است. بگو که یعقوب از بین ببره. همی که دیدش از بین ببرش. اجازه نتی که سخنرانی کنه. ناوقت شده تستر برو. تشویش نکنین آقا تا چند دقیقه دیگه میرسیم. بله جیکوب گوش کن چی میگم. میگن و از سوال صوفی یعقوب میره. ما تدابیر خود گرفتیم میمونه. اما ما با یک حمله تازه ضرورت داریم که قهر مردم چند برابر بسازه. چی نظر داری؟ آمدن صوفی یعقوب تمام کارهای ما را بر هم میزنه. این تظاهرات باید داغ‌تر بسازیم. بسیار ساده است. تمام قریه‌ای را که مربوط به ولسوالی میشن تخلیه میکنیم. شایعه پخش میکنیم که جوانای کوبی را دولت از بین میبره. بعد یکی از تلویزیون‌های محلی خبر نشر کنین که قریه آتش زده شده. دیگه آسان است. درست است. شما ای گپا به مردم برسونین. موضوع تلویزیون هم حل میکنم. چی میکنی احمق؟ سرعت بگی. اگر او را گیر کردن نمیتونیم. تشویش نکنین آقا تا چند لحظه دیگه میرسیم. چتن درای ورودی ولسوالی میباشه. ما هم بخیر میرسیم. هیچ جای فرار نمیتونه. او را گیری میکنیم. خدا کنه که همه قسم شود. تحمل کو بچی. نجات یافتیم بچیم. صبر کن. رسیدیم. حالا دیگه نفس بکش بچیم. حالا تحمل کو. کم مانده ابراهیم. اینجا چی جریان داره؟ حالا ابراهیم پایین میشیم. حالا تسلیم شو. فرار نمیتونی. اونا رو بگیرین. مادر بده. ابراهیم برو. ما بسیار میترسم مادر جان. شما زخمی شده. نترس بچی. نترس. از اینجا نجات میافتیم. بخیر پیش پدرت میریم. استاد شو. گفتم استاد شو. ما را غرض نگیرین. بانین که از اینجا بریم لطفا. با آخری راه رسیدی. مرا بکش اما بچه من غرض نگیر لطفا. یانوز بسیار خورده است. بسیار فداکار هستی ها؟ درست است. ما به تو جزا میتون. از بچه شروع میکنم. نه خیر. تو حق داری چند وقت دگام زندگی کنی. نه خیری کارا نکنیم. باز در جنت همدیگه رو ببینین. صبر کنین. این دفعه ای را ببخشین. یک اشتباه کرد. چرا که مادر اسیر خود میفهمی. ما تا امروز به خاطر تو صبر کردیم اما دیگه بس است. وقت مردنشان رسیده. اگه میکشی مرا بکش. مسئول ای کار معصوم. اونا را بان که برن. گوش کن.
این زن تو بلای جان ما ساختی. بس از دیگه. خب درست است. مقصر اصلی ما هستم. اونا را بار که برن. تو میخوای این مشکل حل شود؟ این من مقابلت هستم. بیازو تا امروز به اندازه کافی از زندگیم ضربه خوردیم. مشارکش کو که این کار تمام شود. همراهی ما بیا. چرا گپ ما گوش نمی کنی؟ مادر از دستتان خون چی کنم؟ کوشش میکنم یک نقشه خوب تو تر با فکر من نباش بچه. کوشش کن نفس بگیری، درست است؟ آرام باش. صبر کن. گفتم این کارا نکنی. متوجه باش. حالا با گپایم گوش کن. دیگه قسم خود سرانه کار نکنی. فهمیدی؟ بریم باشا. این کار تو بسیار اشتباهی بزرگ بود. اونا را با مشکل راضی ساختم. با مشکل راضیشان ساختی؟ ما هم باور کردم. تو زخمی شدی. فوراً باید به قرارگاه بریم. اونجا دوای ابراهیم است نی؟ بله است. حالا بچه بیا که بری. من دیگه نمیخوایم اونجا برو. نمیخوایم که برو. مگذره بچه. ما تو را حتما نجات میدم. حالا بیا. متاسفانه نیستن ولسوال صاحب. پیش از اینکه کدام دیوانگی کنه پیداش کنین. عجله کنین. بچشیم. حالا زود باشین. عجله کنین. عجله کنین. یک دقیقه استاد شو. تو سعیده میشناسی؟ برش خبر بده. لطفا من باید او را ببینم. تو دیگه کی هستی؟ چرا میخوای او را ببینی؟ من لیلا هستم، کسی که دوستش داره. من باید همراه او گپ بزنم. زندگیش در خطر است، میفهمی؟ تو همینجا باش، من میخوایمش. لیلا ده اینجا چی میکنه؟ او ده اینجا چی میکنه؟ آمده که کمکت کنه. باورم نمیشه. بگو گمش از اینجا برو. رفیق به هوش بیا. او دختر عاشق توست. اگه ببینی که او چقدر ترسیده بازی قسم نمی کنی. سعید تو چی کردی؟ تو را خود کشتن. به خاطر چی اینجا آمدی؟ باز آمدی که مرا فریب بدی؟ نه خیر سعید، ببین من هیچ وقت تو را فریب ندادیم، باور کو. بس است لیلا، بس است. دیگه اذیتم نکو. تو از من چی میخوای ها؟ ها؟ چرا شکنجه را تمام نمی کنی؟ باز با کدام رو اینجا آمدی ها؟ از من چی میخوایی؟ جواب بده. من فکر کردم که تو مرا دوست داری. فکر کردم که دوستت دارم سعید، دوستت دارم. ببین یا به نظر دروغ است. از اینجا برو. به تو باور ندارم. لطفا سعید این کار نکو. این را بگی. الایم کو. اگه به من باور نداری به این باور کو. از اینجا برو گفتم. از اینجا برو. عزیز زیادتر مرا شکنجه نکو. گپ ما گوش کو. اونا تو را میکشن سعید. اگه پس نیایی تو را خود کشتن. لطفا بیا. به خاطر منی، حداقل به خاطر خودت. حالا بیا که بریم. دیگه به گپایت باور ندارم. صبر کو قماندان موتر. باشو. صبر.
حالا بیا برو اونجا بشین نمیفهمیدی رفت راحت باش ایره بنوش سر حال میشی خب از یک طرف سازمان از طرف دیگه دولت حالا من چی کنم؟ لطفا راحت باش برام بگو که چی شده او کسی که مرا تعقیب میکرد از سازمان بود میخواستن بیادر دختره را که دوست دارم از بین ببرن من خواستم مانعشان شوم اما دو پلیس از بین رفتن اونا فکر میکنن من این کار کردم چی میگی بچه؟ حالا پشت تو را اعلان نمیکنن نه سازمان و نه دولت اما من میتونم تو را کمک کنم چه قسم؟ یک نفر میشناسم میتونه تو را کمک کنه تو را پیش او میبرم اما اول بان که آدم از اینجا دور شود چرا این کارا کردی؟ من همراهش گپ میزدم چرا این کارا کردی؟ چرا؟ فکر میکنی من ندیدم چه قسم او تو را تیله کرد او اسماعیل با برگشت نداشت ما او را او هیچ کاری نمیکرد طرف ما ببین زیاد گپ نزن کماندان اینجا ما هستم چونگت بند کو حالا بجودی برو مردم باید تحریک شون برو من همیشه در خدمتت هستم زنده باشی یلدو صدقه شام اگه بچه ضرورت داشتی بگو درست است من حتما برات میارم یعنی اگر چوب و زغالاتانم خلاص شد به من بگو اونم برات میارم تو هیچ تشویش نکن زنده باشی یلدو خداوند سایت از سر ما کم نسازه اگه تو کمک نمیکردی من چی میکردم؟ نخیر وظیفه‌ام است اگه من به تو کمک نکنم پس کی کمک کنه ها؟ توبه کذبان نزنش لطفا آرام باش کذبان لطفا کذبان چی میکنی؟ کذبان نزنش لطفا چی میکنی تو؟ کذبان آرام باش کذبان آرام باش گفتم چی میکنی؟ تو چطور این قسم فکر میکنی؟ ها؟ مادرش مریض است در شفاخانه بستر است میخواستم کمکش کنم ایره کمک میکردم کسی را ندارم میفهمی کمکش میکردم کذبان کمک من رفتم به انجمن خیریه برش کمک آوردم ایره میفهمی دایی چی گپ است دیگه ها چی گپ است این کارت درست است کذبان برات بد است بسیار بد است حالا خانه برو دیگه گفتم خانه برو این کارت بسیار بد است کذبان من تا شفاخانه میرم پس میایم چرا استاده هستی حالا خانه برو حالا برو دیگه تو چی کردی کذبان ها؟ نجلا خوب هستی؟ حالا بخیز ها؟ خوب هستم حالا ببر این خاطره در خونه ببر حالا زود حالا زود باش که شفا خونه بریم حالا توبه این زنم همیشه سرم شک میکنه از بین میره تو هیچ تشویش نکن به یک شکل بسیار ساده کارش تمام میکنین با تصاویر بد است میارین استاد برهانم در بین شاگردا موقف خوبی پیدا کرده بیازو وقتی او استاد جوان شاگردا را ترساند و اختطافش کرد به ما معلوم شد که او بسیار به درد ما میخوره برهان بسیار خوب کار میکنه وقتی که به ای را قدم ماندی دیگه برگشت نداره یا شهید میشی به جنت میری یا که یک عمر طولانی منتظر جنت میباشی و جهاد میکنی پدر بشو پدر اگه برای اعتراف کنه کل ما تبا میشه باید هر چی زودتر او بشر از بین ببره میفهمم تدابیر لازم گرفتیم چی شده؟ اینا چی میکنن؟ چرا قدر تعدادشون زیاد شده؟ آماده باشه